وقتی خودت با قصه ها سر در گریبانی، وقتی هوای قلب تو خیس است و بارانی، وقتی که تکرار مکرر می شوی آنگاه روز شبت باشد خزانی و زمستانی، وقتی مثال بچه آهو خسته و زخمی کز کرده تنها با خودت یک گوشه میمانی، وقتی کنار پنجره در زیر لب خاموش با قهوه ای هی این غزل را باز میخوانی، وقتی تمام بغض‌های زخمی خود را در زیر شالت میکنی مخفی و پنهانی، وقتی که سر در گم نمیفهمی چه مرگت هست یا حال و احوال خودت را هم نمیدانی، یعنی یکی تسخیر کرده وسعت دل را، یعنی یکی تسخیر کرده وسعت دل را در گوشه چشمی دلت گردیده زندانی، یعنی یکی که دین و ایمان تو را برده است باید به هم ریزد تمام این پریشانی، یعنی نظاما یک نفر با یک نم لبخند در سینه‌ات برپا کند از نو گلستانی.